این مراسم بخشیده به 130 سالگی تورخالذهنی شاعر و زبانشناس تاجیک برگزار شد. برخی او را دست راستی صدرالدین عینی هم مینامند. اثر این دانشمند تاجیک با نام صنعت سخن تا حالا کتاب روی میزی دانشجویان و ادیبان تاجیک شمرده می شود. تورخالذهنی همچنین در تدوین نخستین کتاب‌های درسی و دستورهای امروزه زبان تاجیکی، کتاب آموزش با همقلمی ودود محمودی، صرف زبان تاجیکی با همقلمی حاجی زاده و لطف‌الله بزرگزاده، صرف با همقلمی حمید بقازاده و سرهای دیگر سهمی ارزنده دارند. در همایش بین المللی که در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان صورت گرفت، ادیبان یاد این معارف پرور تاجیک را گرامی داشتند. با تاکید اشتراکداران، فعالیت تورخالذهنی همچون شاعر آغاز یافته، نوشته‌هایش در نشریه‌های شعله انقلاب، دانش بینش، راهبر دانش برای ادبیات سوسیالیستی، آواز تاجیک، بیداری تاجیک چاپ شدند. بهار غنچه خس گردد. در این مراسم از اشعار تورخالذهنی قرائت کردند و گفتند شاعران به مثل لایق شیرالی و بازار صابر و گلنظر کلدی و اسکر حکیم نیز در ایجادیات خود از کتاب ذهنی استفاده کردند. استاد که درباره صنعت‌های بدیعی و انواع سنتی صحبت میکنند، درباره غزل و خوب‌نواهای دیگر میگویند که غزل امروز باید تازه باشد و من یک غزل بسیار مختصری میخوانم که از دو جهت تکیه به همین کتاب استاد دارد. زرفاقت کمانداران به دل رمیده غمگینم، به کمان چگونه خو گیرم، به کمین چگونه بنشینم، به کمر شکستگان هرگز نبود مرا زبردستی، که عدالت است تلقینم، که محبت است آیینم. دانشمندان میگویند برای نسلی که سالهای 60 قرن گذشته به دانش آموزی پرداختند، تورخالذهنی حقی استادی دارد. و خودشان هم یک شخصیت منیری بودند. با تمام شخصیت‌های ممتاز زمان خودشان، از صدر ضیا سرکرده، با نقیب خان طغرل، با صدرالدین عینی، لاهوتی، با ودود محمودی و من بعد با جوهری زاده و با شخصیت‌های دیگری مثل حبیب یوسفی و رحیم هاشم و میرزا ترسمزاده آشنایی و همنشینی داشتند و از فیض صحبت‌های آنها زیاد بهره‌ور شده بودند. برخی از زبانشناسان و ادبیاتشناسان معاصر تاجیک میگویند ذهنی و همفکرانش توانستند در گذشته معیارها و املای زبان تاجیکی معقول به خود را به چهارچوبه قانونی درآورند. موضوعی که بارها در آستانه تغییر املای زبان تاجیکی با ناراضگی مخالفان روبرو میشد. تورخالذهنی سال 1892 در محله گله آسیای سمرقند تولد شده در مدرسه تیلاکار این شهر تعلیم گرفته است. بعد از بازگشت از زندان استالینی در سال 1956 تا آخر عمر در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت کرده است. تورخالذهنی 10 اپریل سال 1983 در دوشنبه فوتیده است. فرزندانش نیز دنبال عرصه علم شده حالا در خارج از تاجیکستان زندگی می کنند. قرار است قسمت دوم این همایش بین المللی در شهر سمرقند ادامه داده شود.